در وقت نگیرم. میخواستم ببینم پسرای جوان که خوش قیافه و خیلی خوش تیپ، نه اینکه مثلا خانواده بگن، توجهی که کسای دیگه میگیرن، مثلا دخترای خیلی خوشگل میگیرن، چرا میرن طرف دخترایی که خیلی زشتن؟ همین. نه اصلا همچین چیزی نیست. من یعنی هیچ قاعده و قانونی در این زمینه وجود نداره که من بیام براتون توضیح بدم چرا اینجوری میشه. نه این حرف شما هم من فکر میکنم. حالا به هر حال مرسی از اینکه اومدید روی خط، تشکر و ان سال خوبی داشته باشید. من جوابتون از طریق تلویزیون میدم. مرسی. من صحبتی رو که خدمت شما میخوام بکنم، اون پسری هم که بسیار زیباست و اون دختری رو که انتخاب میکنه که به اسم شما زشته، که همین صحبت شما توش قضاوت غلط وجود داره، چون زشتی و زیبایی یه چیز ابسترکت و انتزاعیه و ذهنیه و اصلا بر اساس هیچ قاعده قانونی شما نمیتونی بگی فلانی زشته فلانی خوشگله. هر کسی برای خودش به قول قدیمی‌ها علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. دقیقاً همین بوده. اون دختر برای اون پسری که انتخاب میکنه زیباست و دلش میخواد باهاش باشه، باهاش راحته، باهاش عشق میکنه، احساس آرامش داره. به من و شما چه ربطی داره؟ چرا لیبل بزنیم که زشته؟ زیبایی برای شما چیه؟ زیبایی معیاری که شما برای خودت داری شاید یه معیار کلیشه‌ایه که بچه‌های امروز میگن واو، اصلا دیگه طرفش نمیخوام برن، چون اصلا براشون یه احساس خیلی تکراریه، خیلی فیک، در واقع ساختگی رو به وجود میاره. در جامعه ما بچه‌های امروز ما دچار در واقع یکی از اختلالاتی شدن و دچار بیماری شدن که از ظاهر خودشون راضی نیستن. خوشگلی و زیبایی در جامعه ایران در بین دخترها یک کلیشه شده. خیلی از دخترها الان گرفتاری اینو دارن که بتونن برن خودشون اون مدلی بکنن که بقیه هستن، چون ملاک خوشگلیشون فکر میکنن اونه. آرایش‌ها از حالت طبیعی اومده بیرون و واقعا یه وارنینگه که من میخوام به جامعه ایرانی داخل کشور، به خصوص به عزیزان جوان و دخترای جوانمون بدم. نه همشون، میدونم اکثریت این چنین نیستن، ولی دیگه جوریه که داره زیاد دیده میشه، داره پروموت میشه آرایش سبک ایرانی. دخترایی که خودشون در خیابونای ایران به اون مدل به وجود میارن، مدلی که شما به وجود میارن، مدلای فیک عروسکی که به وجود میارن، این مدلای اصلا طبیعی و خیلی اصلا طبیعی نیست، نچرال نیست، دارن چیزی میشن که نیستن. از حالت آدمی زاد و انسان بودن و اون حالت دخترونه و لطافت خودشون دارن بیرون میان و تبدیل میشن به یه چیزی که تکراری همه دارن شبیه هم میشن. چرا باید اینطور بشه؟ چرا یه دفعه وقتی ابروها میره بالا تمام ابروها میره بالا؟ چرا یه دفعه وقتی که تتو مد میشه که باید تمام ابروها سیاه بشه، یه دفعه همه ابروها تیغ زده میشه و همه ابروها میره بالا و میشه ابروی یه اسمی داره، نمیدونم دقیقاً چی. چرا باید از حالت طبیعی؟ من مشکلم اون نیست، آرایش نیست. من میگم چرا دختر جوون، زن جوون ایرانی هویت خودشو داره در قالب چه فرهنگی، چه ادا و اصولی، چه زیبایی داره پیدا میکنه؟ چرا ما باید دخترای جوانمون، درسته انجلینا جولی اومد در امریکا به عنوان یک هنرپیشه مطرح زیبایی خودشو نشون داد و خیلی هم زیبا بود و لبای برجسته و زیبایی هم داره، ولی چرا دخترای ایران بعد از اون دیگه نمونه و ملاک زیباییشون شده که برن و اینقدر به شکل تو ماچ و به شکل فوق العاده اگزاجریت شده و قلوف شده و فیک و مصنوعی برن لبای خودشون رو درست بکنن که اصلا حالت طبیعی بیاد بیرون و بعدم با حرکات مصنوعی و فیک. بابا دخترای جوان جامعه ما، زنان جوان جامعه ما کسانی هستند که دنیا، فکر و فرهنگ در پسشون وجود داره که بخوان به جهانیان ارائه بدن، نه فقط همین ظاهر فیک و مصنوعی که بخوان غالب بکنن به اطرافیانشون برای جلب توجه بیشتر. این جلب توجه بیشتر همین ملاک زشتی و زیبایی که شما امروز داری راجع بهش صحبت میکنی، که من و شما میگیم من فکر میکنم زشت و من فکر میکنم زیباست. من فکر میکنم زشتی و زیبایی اون چیزیه که هر کسی رو دوست داره به میل و دل خودش میره انتخاب میکنه و ما اصلا اجازه نداریم به دختر و پسرمون نظر بدیم که این دختر یا پسری که تو انتخاب میکنی ظاهرش و قیافش رو تجدید نظر کن، چون وقتی براش مهم نیست من چرا بخوام فکرش رو خراب بکنم؟ اگه دختر بدی باشه، معتاد باشه، سابقه بدی داشته باشه، آف کورس وظیفمونه که بخوایم بریم در این رابطه صحبتی داشته باشیم، ولی نه در رابطه با ظاهری که به هیچ عنوان به من و شما ربطی نداره.
خب به هر حال دوستان عزیز، بحث جالبی بود امروز که با شما دوستان داشتیم و انشالله که این بحث رو ادامه بدیم و بخوایم یه مقداری در رابطه با معضلات روزمره جامعه ایران صحبتی داشته باشیم و به نتیجه برسیم و صحبتامون هم امیدواریم که بتونه زمینه ساز و کارساز باشه و فکر و ذکر رو در واقع آگاهی نو و جدیدی رو در سال جدید برای اطرافیانمون داشته باشه.